بله، سوره مبارکه قصص هست بعد از سوره های گذشته که در سوره های گذشته از سوره فرقان گرفته که خواندید سرچشمه تمام خیر و برکات الله است، تا سوره شعراء که ذکر همه انبیا بود و داستان و دلایل از همه انبیا، و سوره نمل که الان خواندید هم 4 تا دلیل داشت نقلی و هم دلیل عقلی زیاد داشت. از همه اینها ثابت شد که برکات دهنده، عالم الغیب، مختار، متصرف، همه چیز الله عزوجل است. حالا در سوره قصص می فرماید چون که به خاطر همین توحید بود که مشرکین رسول الله را هم اذیت می کردن. حالا در سوره قصص خدا می فرماید که ای پیامبر مسئله توحید را بیان کن، بر دعوت و تبلیغ هرچی مصائب می آید برداشت کن، ثابت قدم باش مثل موسی. در این سوره تمام داستان موسی است. واقعا داستان موسی یک الگویی هست. همونطور که موسی برداشت کرد، همونطور که موسی در مقابل فرعون ایستادگی کرد، استقامت کرد، تحمل کرد، شما هم تحمل کن. همونطور که موسی را خدا نصرت کرد، شما را هم نصرت میکنه. پس در سوره قصص اصل به معنی داستان ها. موسی علیه السلام پیش اون پیرمرد که رفت، بعضی میگن شعیب هست، اونجا تمام و قص علیه القصص همه سرگذشت خودش را بیان کرد. لذا چون سرگذشت موسی در این آمده، لذا اسم این سوره هست سرگذشت، یعنی قصص. الله تعالی ابتدا می فرماید با تاسیم، از حروف مقطعات است، تاسیم میم، اما ترغیب به سوی این قرآن. تلک آیات الکتاب المبین، این آیات کتاب روشن هست. صفت کتاب وقتی مبین بیاید اشاره به چیه؟ دلیل نقلی. لذا در این کتاب، در این سوره دلیل نقلی هست. از همین آغاز شروع میشه. اول اجمال قصه، نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون، ما تلاوت میکنیم بر تو بعضی از اخبار موسی و فرعون را. همه چیز را خدا نگفته بود برای رسول الله، بعضی اون چی که ما الان میخوانیم بعضی هستند. من تبعیضی است. بعضی از اخبار موسی و فرعون را به حق، یعنی کامل، صحیح، دقیق. حق معنیش اینه، خوب دقیق بیان میکنیم. لقوم یؤمنون، برای قومی که اون قوم ایمان بیارد، یعنی از این درس بگیرد. ان فرعون علا فی الارض، همانا فرعون تکبر کرد در زمین، طغیانگری کرد، سرکشی و تکبر کرد. چیکار میکرد؟ از صورتهای تکبر و بعضی از مصادیق تکبر، و جعل اهلها شیعا، اهل خودش را یا اهل زمین را، منظور از زمین مصر است، اهلها یعنی اهل اون زمین را دسته دسته، گروه کرد. چطور گروه دسته؟ 2 تا تفسیر عرض میکنم. یکی این که اینها را تکه کرده بود، گروه کرده بود تا از اینها کار بگیره. یک گروه را گفته بود شما کار کشاورزی بکنید، یک گروه گفته شما گوسفندار ما را نگهداری کنید، یک گروه را گفته بود که شما برید مثلا در کارخانه کار بکنید، شما برید جاده ها را، راه ها را درست کنید. هر گروهی را گروه کرده بود و از مردم کار میگرفت، بر مردم ظلم و ستم میکرد، چون بر اونها مسلط بود. لذا دسته کرده بود. جعل اهلها شیعا ای اصنافا فی استخدامی، در استخدام اونها را گروه کرده بود، کارهای سخت به اونها میداد. بعضی گفتن شیع یعنی گروه دسته یعنی به جان هم میانداخت. تفرقه بیاندازو، حکومت کن. به جان هم میانداخت تا خودش دلش خاطرش جمع بشه، حکومت بکند. لذا این گروه بنی اسرائیل، اون قبطیه، اون از قبطی ها فلان گروهه، این از بنی اسرائیل فلان گروهه، این طرفدار سامریه، این طرفدار قارونه. مردم را برای مردم نقش بازی میکرد، بازی میداد. الله میفرماید وجعل اهلها شیعا،
اهل زمین را گروه گروه کرده بود. یستضعف طائفة منهم، ضعیف قرار داده بود گروهی از اونها را، یعنی بنی اسرائیل را، اینا را از همه ضعیفتر و ظلم میکرد. چطور؟ یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم، پسر بچه های اونها را زنده زنده ذبح میکرد و دختر بچه های اونها را زنده نگه میداشت. انه کان من المفسدین، همانا آن فرعون از مفسدین بود، بزرگترین فسادکار بود. حالا ببینید خدای عزوجل داستان موسی در همه سوره ها آمده، اما این داستان پرورش موسی، صندوق به صندوق انداختن موسی، به صندوق قرار دادن انداختن در دریا توسط مادر، اینا در این سوره آمده. گویا بعضی از ابعاد داستان موسی را اولین بار هست که شما میخوانید. این قسمت را خواندید که چرا ذبح میکرد. حالا نجومیین در اون زمان قدیم برای پادشاهی از علوم مختلفی استفاده میکردند. چنانچه الان پادشاهان، رؤسای جمهور از علوم مختلفی، مثلا علم بازرگانی هست، علم اقتصاد هست، علم مدیریت هست، فناوری هست، بالاخره صنعت هست. حالا متخصصان مختلفی در علوم مختلفی به درد یک دولت میخورند. در هر بخش متخصص آموزش را در وزارت آموزش میذارد، متخصص صنعت و کارخانجات را و معادن را در وزارت صنعت و معدن میذارد، متخصصان نمیدونم دریایی را در اون بخش دریایی میذارد، متخصصان نظامی را در بخش نظامی میذارد. از هر کسی در همون تخصص خودش استفاده میکنه. در زمان قدیم حکومت ها این پیشرفتگی را نداشتند. اونها برای اداره حکومت، برای بالاخره مبارزه با دشمن، برای شکست دشمن، از یک سری علومی که بعضی از اونها خرافات بودن هم کار میگرفتن. مثلا از علم سحر زیاد کار گرفته میشد. هیچ پادشاهی نبود جادوگری داشته نباشد. در سوره بروج خواندیم که اون پادشاه جادوگرش میخواست بمیره، گفته بچه‌ای را بفرست من یادش میدم. همه از این علوم اون روز استفاده میکردن. و همچنین علم ستاره شناسی هست که در احادیث ممنوع هست. ما ممنوع هستیم چون اینها، این علوم در اینها کفر، شرک، بعضی حقایق هم هست. لذا ما ممنوع هستیم، نمیتونیم بریم علم جادو یاد بگیریم یا علم ستاره شناسی یاد بگیریم. پس این علوم بود و مردم از روی این علوم، کهانت بود، ستاره شناسی بود، جادو بود، از روی اینها یک سری پیش بینی های میکردند. حالا بعضی میگن فرعون خواب دید، ولی بعضی میگن نه، به وسیله نجومیون، ستاره شناسان به فرعون گفته شد که فرعون از این خاندان بنی اسرائیل اینطور ما آینده را و عرض کنم که ستاره شما را اینطور میبینیم که بچه‌ای متولد میشه، اون بزرگ میشه، مبارزه میکنه، تو را سرنگون میکنه. چیزی که اونها میگفتن باور میکردند. لذا فرعون یقین کرد که برای من خطری از طرف بنی اسرائیل. به همین خاطر شروع کرد بچه را کشتن. او بیچاره فکر میکرد جلوی تقدیر خدا را با این حماقتش میتونه بگیره. لذا الله میفرماید یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم، پسر بچه های اونها را زنده زنده ذبح میکرد و دختران را میگذاشت. انه کان من المفسدین، همانا آن فرعون از مفسدین بود، خیلی فساد میکرد، قتل و خون ریزی میکرد. اما خدا چی میخواد؟ حالا این مقدمه هست. خدا چرا موسی را به دنیا آورد؟ دستور داد به مادرش که موسی را در دریا بیندازد، در صندوقچه، و به فرعون را مجبور کرد از او نگهداری بکند. همه و همه برای این هست.
این مقدمه. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، ما اراده داشتیم، ما خواستیم منت بگذاریم، احسان کنیم بر آنهایی که مستضعف شدند در زمین مصر. فی الارض یعنی فی ارض مصر، اون مستضعفین که در زمین مستضعف بودند، ضعیف بودند، بنی اسرائیل، خواستیم بر اینها احسان کنیم. و نجعلهم ائمه، اونا را قرار بدیم چه؟ ملوک، پادشاه، از میان همین بنی اسرائیل پادشاهی را در آینده به اینها بدیم. و نجعلهم الوارثین، و ما خواستیم اینها را وارث قرار بدیم، وارث سرزمین مصر. و همچنین خواستیم و نمکن لهم فی الارض، برای اینها در زمین حکومتی ایجاد کنیم، تمکین به معنی قدرت، قدرت حکومت آماده کنیم. و همچنین ما تصمیم داشتیم، برنامه داشتیم، و نوری فرعون و هامان، نشان بدهیم به فرعون و هامان و جنود آنها. هامان برای اولین باری که الان شما اسمش را میخوانید، در چند سوره دیگه میاد، اما اینجا عرض کنم خدمت شما که هامان معلوم میشه که از قوم قبطی بود، از نزدیکان فرعون بود و نزدیکترین فرد به فرعون بود، اونقدر که اعتماد به هامان داشت به هیچ که نداشت. در هر مشوره، در هر مسئله از هامان کار میگرفت، خیلی مورد وثوق و اعتماد فرعون بود. لذا الله میفرماید ما خواستیم که اینجا بعضی اعتراض میکنند، بعضی از دانشمندان غربی بر قرآن کریم اعتراض میکنند، میگن ما در تاریخ داریم که هامان یکی از وزرای دولت ایران بوده در عهدهای بعدی، چندین قرن بعد از آن. قرآن قاطی میکنه، علیاذ بالله، میگه قرآن قاطی میکنه یک کسی که به نام هامان که در ایران بوده، قرنها بعد از اون بوده، صدها سال بعد از اون بوده، این را میبره اشتباهی از اینجا وزیر فرعون قرار میده. نه، هامان تو ایران بوده. در پاسخ اینها باید گفت، علما میگویند که لازم نیست در تمام دنیا یک هامانی، این که شما میگید که در ایران بوده الله بهتر میدونه، ولی فرض میکنیم بوده، خب این چه تضادی داره با اون هامان؟ لازم نیست که هر هامانی باشه همین یکیه که در ایران بوده. متوجه هستید؟ در گذشته مردم خیلی افراد بنام بودند که اسمهای بچه‌هاشون را به نام اونها، مثلا یکی از پادشاهان که در ایران بوده اسمش که جمشید، تخت جمشید معروفه، نه؟ حالا شما ببینید چقدر بچه ها به نام جمشید هستند، نه تنها در ایران، در ایران، در پاکستان، در جاهای دیگه جمشید کم هستند. همین شاعری که فوت کرده بود جمشید بود، نه؟ که با هواپیما چی شد، نعت میخواند، سرود میخواند، بله اونم جمشید داره. منظور اینه که فقط ایرانی ها هم به این نام نمیگذارند، بلکه جاهای دیگه هم این نام را میگذارند. پس حالا یک هامانی بوده در زمان فرعون بوده، بعدا خیلی ها را به نام هامان گذاشتند دیگه. این هامانی که در ایران است حتما باید همون یکی باشه؟ نه خیر. لذا الله می فرماید ما خواستیم و نوری فرعون و هامان، نشان بدیم به فرعون و هامان و لشکریان اونها، ما کانوا یحذرون، از آن چیزی را که از اون بر حذر بودند. از چی می ترسیدند؟ از عذاب، از سرنگونی، از هلاکت. خلاصه به وسیله همین موسی خواستیم هلاکت و سرنگونی بهشون نشان بدیم. به این دلیل بود که ما موسی را چیکار کردیم؟ به وجود آوردیم و بعدم به مادرش گفتیم ای مادر موسی، به وسیله الهام اوحینا، پیغمبر که نبود که به معنی وحی پیغمبران باشد، یعنی در دل انداختن، در دل باور کردن که حتما همین کار را بکنم. خدا در دلش انداخت.
و اوحینا الی ام موسی، ای الهمنا، ما الهام کردیم در دلش، القا کردیم در دل مادر موسی، ان ارضعیه، اینکه اول خوب شیرش بده تا گرسنه نماند، شکمش را سیر کن. فاذا خفت علیه، هرگاه بر او ترسیدی که دشمن بیاید و او را بکشد، فالقیه فی الیم، او را بینداز در دریا، در صندوقچه بکن و بنداز. ولا تخافی ولا تحزنی، خدا در دلش داده بود که نترس و از فراق و جدایی بچت غمگین نباش. انا رادوه الیک، دو تا وعده، انا رادوه الیک، ما او را بسوی تو برمیگردانیم، و وعده دوم وجاعلوه من المرسلین، این را از مرسلین قرار میدهیم. بالاخره مادر موسی همین کار را کرد، موسی را در صندوقچه انداخت. اینجا فرعونی ها جمعش کردند، خدای تعالی دستور داد به فرشته ها ببرند. بالاخره این صندوق را کم کم موج آورد، دریا آورد تا به کنار کاخ فرعون، در ساحل بود، معلوم میشه ساحل نیل، اونجا قرار داد. از طرفی مادرش انداخته تو دریا، به خواهرش میگه تو برو ببین کجا رفت. او هم از دور نظاره میکنه، از دور در صندوق میره، این هم از مسیر خودش داره به همون سمت میره. آخر دید این رفت به طرف کاخ سربازان گرفتند، بردن پیش فرعون. لذا همه چیز را تعریف میدید، آمد برای مادر تعریف میکرد. الله میفرماید فالتقطه آل فرعون، او را چید آل فرعون، یعنی برداشت. لیکون، لام عاقبت است، برای اینکه برایشون غم و مصیبتی باشه بر نداشتن، اما عاقبت برای اونها غم و مصیبتی شد. لیکون لهم عدوا و حزنا، تا که برای اونها بشه دشمن و غم. ان فرعون و هامان و جنودهما كانوا خاطئین، همانا فرعون، هامان، لشکریان اونها در این باب خطا کردن، نمیدونستن، بیچاره ها عقل و خردی نداشتن. از طرفی ببینید خدای عزوجل میخواهد قدرتش را نشان بده. فرعون از اون بچه‌ای که برحذر هست، از اون بچه‌ای که از اون میترسد، از او احساس خطر میکند، خدا میگه با هزینه خود فرعون در کاخ خود فرعون باید بزرگ بشه. خدا نشون بده من کاری که بخوام بکنم، تمام قدرت های پوشالی، نه اینکه جلوی کار من را میگیرم، بلکه در همون راستای کار من اونا هم همکاری میکنه. گویا فرعون خودش داره همکاری میکنه، خدا از خودش داره کار میگیره که این موسی را تربیت کنه، بزرگش بکنه تا این موسی سبب نابودیش بشه. خدا وقتی بخواد میشه، در دست مخلوق نیست، در دست خالق است. الله میفرماید وقالت امرأة فرعون، فرعون وقتی که دید احساس کرد که بالاخره این مبادا همون نباشه. زن فرعون گفت نه، نمیبینید چقدر بچه نازه؟ خدای تعالی در دل او مهرش را انداخته بود. ما هم بچه نداریم، اصرار کردین بذار من برای خودم فرزند قرار میدم. قرة عین لی ولک، خونکی چشمان من و تو هست. لا تقتلو، نکشش. عسى ان ینفعنا، امید داریم که به ما نفع برساند. او نتخذه ولدا، یا به عنوان فرزند برای خودمون قرار میده. و هم لا یشعرون، اونا نمیدونستن که همین فرد سبب سرنگونیشون میشه، میدونستن این کار رو نمیکرد. بهی، این لولا الربطنا شرطه، بعدن میاد ولی جایگاهش مقدمه. خدا میفرماد لولا الربطنا على قلبها، اگر بود، چون اونها شیر اونها میسازه به هر بچه‌ای،
و هم له ناصحون. اینها نسبت به این بچه خیلی خیر خواستن، خوب ازش نگهداری میکنن، دلتون مطمئن بشه، جمع بشه. به این صورت الله میفرماید فرددناه الی امه، موسی را برگرداندیم به مادرش، کی تقر عینها، تا چشمش خنک بشه، ولا تحزن، دیگه غمگین نشود، ولتعلم ان وعد الله حق، بداند که وعده الهی چیه؟ حق است، اما اکثر مردم نمیدانند. بالاخره الله عزوجل موسی را در کاخ فرعون نگهداری کرد. موسی کم کم بزرگ شد و بزرگ شد تا جوان شد. حالا که جوان شد، موسی بالاخره فرزند خوانده فرعون بود، همه او را احترام میگذاشتند، همه از او میترسیدند. ولما بلغ اشده، وقتی که به سن جوانی رسید، واستوى، یعنی تمام قوات جسمانی و عقلیش برابر شد، آتیناه حکما و علما، ما به موسی دانش دادیم، فهم دادیم. حکم معنی فهم، علم یعنی دانش، فهم و دانش دادیم، درک و درایت داشت، خوب میفهمید مسائل را. اما میفهمید که من از لابد مادرش بهش گفته بود که تو فرزند من هستی، ولی ظاهرا کسی نمیدونه. لذا موسی وضعیت بنی اسرائیل را میدید، ابتدا خیلی پریشان بود، اینا قوم من هستند و اینا به چه وضعیتی هستند، چه شکنجه‌ای، چه بیچارگی، چه بدبختی. الله میفرماید ما این فهم و فراست، علم و دانش، دوراندیشی همه را به موسی دادیم. و کذالک نجزی المحسنین، این گونه ما تمام مخلصین را پاداش میدهیم، هر مخلصی. بالاخره تا اینکه یک روزی رفت، حالا الله عزوجل میخواد استارت هجرت موسی را بزند، زمینه فراهم کند که موسی از اینجا بره، چون مراحل تربیتی هست اینها. یک پیغمبر که میخواد پیغمبر بشه، خب مدتی تو کاخ فرعون، یه مدتی برد زیر دست یک پیغمبر دیگه یاد بگیره و بعد بیاد نبوت را از خدا بگیره. اینا تمام تقدیری که خدا برایش رقم زده بود، برنامه‌ای که خدا برایش برنامه ریزی کرده بود. لذا الله میفرماید به همین خاطر این بهانه بود که اون مردک قبطی کشته شد. ولما بلغ اشده، زمانی که موسی به و دخل المدینه علی حین غفلت من اهلها، وارد شهر شد در زمان غفلت اهلش، یعنی معلوم میشه ظهر بود، مردم استراحت میکردند. فوجد فیها رجلین یقتتلان، دید دو نفر را که با هم دیگه درگیر هستند، این یکی بنی اسرائیل، اون یکی قبطیه. هذا من شیعته و هذا من عدوه، این یکی از گروه خود موسی بود و اون یکی از دشمنان موسی بود، از قبطی ها بود. فاستغاثه الذی، فریاد رسی کرد، طلب کمک کرد، الذی من شیعته، اونی که از قشر موسی بود، از بنی اسرائیل بود، علی الذی من عدوه، بر اون کسی که از دشمنش بود. حالا اون گفت که موسی بیا این دشمن کمک کن، این داره به من زور میگه. حالا چه زوری میگفت الله اعلم، در تفسیر آمده که اون بار سنگینی داشت، نمیتونست تا جایی که میخواست ببره. این بنی اسرائیل را میزد که تو باید بار من را ببری. این میگفت من نمیتونم. گفت نه، شما برده های ما هستی، شما نوکرهای ما هستی، وظیفته باید ببری. لذا این داشت میگفت. موسی اینجا دید که این خیلی زور میگه، خیلی داره ظلم میکنه، اینقدر ما ذلیل نیستیم که بالاخره نوکر پدر اینها باشیم، هر چی میگه ما بکنیم. لذا وقتی که رفت موسی گفت بذار این را، گفت نه نمیذارم، باید این بار من را ببره. موسی هم دیگه پیغمبری هست با طبیعت جلالی، مشتش را دیگه رها کرد. ولی این مشت پیغمبر بود. میگویند در کتاب ها آمده که یک پیغمبر به اندازه 100 نفر قدرت داره، بعضی روایت هست 40 نفر. بالاخره اون مشت را که زد، او بیچاره هم همونجا نقش زمین شد، کارش یک سر شد.
موسی عجب کارش و اراده ای نداشت دیگه، قتل خطا بود، با مشت کسی نمی میرد، اما بعضی هم می میرند. الله می فرماید که هذا من شیعته و هذا من عدوه فاستغاثه الذی من شیعته، کمک خاص اونی که از گروه موسی بود، علی الذی من عدوه، بر اونی که از دشمن بود، فوکزه یعنی مشت زد او را موسی، فقضا علیه، تمام شد، فیصله شد، یعنی مرد، در جا مرد. موسی پشیمان شد، قال هذا من عمل الشیطان، این عمل شیطان بود. همین که عصبانی شدم، خودم را کنترل نکردم، باید کنترل میکردم، چرا نکردم؟ انه عدو مضل مبین، همانا این شیطان دشمن آشکاری است. لذا از خدا معذرت خواهی کرد. قال رب انی ظلمت نفسی. ببینید موسی علیه السلام هنوز پیغمبر نشده بود، از این جمیر مدین، از مدین که برمیگرده به نبوت مفتخر میشه. اما از اینجا معلوم میشه که پیغمبران قبل از نبوت هم با خدا آشنا که بودند، بالخصوص موسی 400 سال بعد از یوسف آمده بود، لذا تمام اجدادش انبیا بودند، یوسف، یعقوب، اسحاق، ابراهیم. به اینها گفته شده بود که شما دینتون دین اسلام هست. لذا موسی علیه السلام اینجا با خدا مناجات کرد، گفت خدای من ظلم کردم، تو منو ببخش. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، بار اله من بر خود ظلم کردم، مرا ببخش. فغفر له، الله او را بخشید. انه هو الغفور الرحیم، همان اون ذات هم بخشنده و هم مهربان است. بعدا موسی گفت ای پروردگار، به سبب این لطفت که مرا بخشیدی، در آینده پشتیبان هیچ مجرمی نمیشوم. قال رب بما انعمت علی، بار اله به سبب انعامی که بر من کردی، فلن اکون ظهیرا للمجرمین، هرگز پشتیبان مجرمین نخواهم بود. فاصبح فی المدینه خائفا، لذا موسی در همین شهر گشت می ترسید، یترقب، منتظر مامورین بود که گزارشی ببرن دستگیرش نکنن. خلاصه با احتیاط می آمد، با احتیاط از خانه بیرون می شد، می ترسید یه وقتی لو نره. روز بعد آمد دید همون بنده خدا دوباره با یکی دیگه گلاویزه، همون بنی اسرائیل با یکی دیگه درگیره. تا موسی را دید دیگه به طمع دیروز، موسی بیا، این داره به من ظلم میکنه. فاذا الذی استنصره بالامس، در این فاصبح فی المدینه خائفا یترقب، در همین شهر میترسید و منتظر پلیس و دستگیری و مامور بود که فاذا الذی، در این هنگام همون فردی که استنصره بالامس، دیروز از او کمک خواسته بود، یستصرخه، دوباره او را فریاد میزنه، طلب فریاد رسی میکنه، موسی به داد ما برس. موسی گفت معلوم میشه تو آدم گمراهی هستی. قال انک لغوی مبین، یعنی گمراهی، بیراهی، گمراهی تو هم آشکاره، هر روز درگیر، هر روز درگیر، خودت معلوم میشه آدم درست حسابی نیستی. موسی رفت که نر از هم دیگه جدا کنه، نخواست این بار به کسی بزنه، همون مشت دیروز کافی بود. اما فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما، وقتی که اراده کرد که بگیرد اونی که دشمن هر دوتا بود، که نکن تو چه کار میکنی، دستش را بگیرد. وقتی که این بنی اسرائیلی خودش را چون سرزنش کرد، گفت تو آدم کودنی هستی، نادان هستی، هر روز درگیر میشی، این را که این گفت عجب موسی میخواد دوباره همون مشت را به من بزنه. لذا از ترس جان خود فریاد برآورد. چه گفت؟ قال یا موسی اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس. لو داد نه، ای موسی تو میخواهی مرا بکشی همان گونه که یک نفسی را دیروز کشتی، من خودم دیدم او را تو کشتی. ان تريد الا ان تكون جبارا فی الارض، تو نمیخوای مگر اینکه در زمین سرکشی بکنی، میخوای ظلم بکنی، مردم را بکشی.
وما تريد ان تكون من المصلحین. نمیخوای از بندگان صلح جو باشی، نیکوکار باشی، همش باید بزنی بکشی، من نمیخوای بکشی. موسی علیه السلام وقتی دید خودش را عقب کشید، اون قبطی که درگیر بود اونم خودش را رها کرد، گفت عجب پس اون فامیل ما را دیروز موسی کشته. اون بدو رفت خبر داد که قاتل موسی است. خود بنی اسرائیلی در حضور من اقرار کرد. بالاخره اون وقت شاهد و شهود و گواه و ثبوتی نبود. اونا به همین نظر رسیدن که موسی قاتله. با هم فوراً تشکیل جلسه دادند. تصمیم گرفتند دیگه موسی را دستگیر کنند و قصاص بگیرند. در همین زمان بود که موسی علیه السلام در میان اونها اعضای کابینه یه مریدی داشت که اخبار را برای موسی آورد. و جاء رجل من اقصى المدینه یسعی، از گوشه شهر مردی که دوان می آمد پیش موسی آمد. قال یا موسی ان الملأ یأتمرون بک. ای موسی، این درباریان کابینه درباره تو مشوره میکنن، لیقتلوک، تو را بکشن. فخرج از مصر، برو بیرون، انی لک من الناصحین، من خیرخواه تو هستم. لذا قرآن میگه فخرج منها خائف. موسی از مصر خارج شد در حالی که میترسید، که یترقب، منتظر بود که هر آن من دستگیر کنند. با همین ترس شهر را ترک کرد. هی گفت از پشت معمور نیاد، جلو سنگر نکرده باشد، از چپ نیاد. بالاخره موسی با این ترس و با این انتظار رفت. الله می فرماید قال رب نجنی من القوم الظالمین. یترقب را نوشتن ینتظر، الطلبه هل یلحقه، اونایی که دنبالش میکنند به او میرسند و دستگیرش میکنند یا نه. اما الله عزوجل می فرماید که در همین حالی که میترسید مناجات میکرد، از خدا میخواست قال رب نجنی من القوم الظالمین، بار الها مرا از این قوم ظالم نجات بده، از دست اینها مرا نجات بده. الله عزوجل هم دعایش را قبول کرد، نجات داد. موسی علیه السلام به مدین رفت. بقیه داستان که مدین چی کرد و کی را دید ان شاء الله در درس بعد